درود و سلام همدیاران عزیز، مخلصان و دلباختگان گشتن جدا. اکنون میرویم ما با یک نبرد که بسیار هم دیدنی و زیبا می باشد. اینجا محمد جان عبدالجلیل زاده پهلوان ما با جداگی کبود بر مقابل قهرمان آسیا، هم میان نورسان هم میان جوانان، این پهلوانی ازبکی که است رو برای ما میان همدیگر انکترش شهزاد خوجا شریپوف میبراید. پهلوان ما محمد جلیل. ما امروز نبردهای زیبا را از نبرد پهلوانانی از جانب پهلوانان کشور خواهیم دید. پهلوان ما پهلوان خوشطاله و یک اصول خیلی محبوبی سر کتف را دارد و پهلوان ازبک خیلی جوان است. امگی 21 سال دارد که نو اکنون میان کلان سالان قدم میگذارد، ولی امسال در آغاز سال 2025 توانسته بود که در گرند اسلم تاشکند برنده مدال طلا شود. این پهلوانی که ما معرفی از شهزاد خوجا شریپوف کردیم. حالا ببینید، برای محمد جان عبدالجلیل زاده پهلوانی ازبک خیلی مشکلی میآورد، ولی من باور دارم و باید که محمد جان جلیل زاده شکل و شیوه گشتنی خود را تغییر دهد و بر مقابل این حریف بسیار هم قوی مبارزه برد. اینجا پرچم جمهوری تاجیکستان در دست مخلصان ما است. برای انتظارند که محمد جان عبدالجلیل زاده بر مقابل رقیب قد بلند خویش در وزن تا 90 کیلو بسیار خوب کوشش کند. حالا ببینید، پهلوان ازبک چست و چالاکانه گریبان می‌دارد و از اصولهای خود به کار میبرد. اما محمد عبدالجلیل زاده باز بالاتر قید کردیم که باید او شکل و شیوه گشتنی خود را تیزتر افزون نماید تا اینکه بر مقابل این حریف سرسخت مبارزه خوب برد. حالا هنوز اینجا حرکت ها از جانب پهلوانان زیادتر است و کسی شدا ندارد. این خوب است از یک جهت که شدا نداریم، ولی محمد جان عبدالجلیل زاده از تجربه غنی خویش باید به کار برد. رقیب جوانتر است و میتواند که اکثر عملها را به کار برد و تکیه به تجربه خود تواند که بر مقابل این رقیب ازبک خوب و چست و چالاک گشتن گیرد. حالا گشتن در قسمت های چهار یگنی های محمد عبدالرحمانوف در اینجا نشان میدهد برای عبدالجلیل زاده محمد جان شکل گشتین را خوب کردن و تیزتون گشتین گرفتن. پای هم ببینید، حالا دست انداختن های محمد جان است برای گریبان گرفتن. پهلوان ازبک قد بلند دارد و بسیار افضلیت دارد. از جهت قد بلند و دستان دراز چالاکانه حرکت میکند. محمد بر مقابل او سر کتف را که این اصول دوست داشته محمد جان عبدالجلیل زاده از پهلوان ازبک به کار میبرد و این عمل کرده پهلوان ازبک شاید برای ما شدا بیارد. این مربی شریپوف است. دیدید اولین شدا را برای ما نشان دادم برای کم فعال بودن ما. حالا حرکت باید کرد، حرکت مبارزه برد تا اینکه کم فعال نباشیم. محمد از سمت دیگر و ببینید اطراف رقیب چرخ میزند و شریپوف باشد برای کمربند دریافت کردن محمد جان میرود و اصول را پای در پای اجرا کردن است. خوب است. خوب بود که در اینجا اکثر عمل را ما استفاده بردم، ولی گشته و برگشته پهلوان ازبک فعال می شود. این را ما باید از یاد نبریم که پهلوان ازبک فعال می شود و فعالی می تواند که برای ما پیام شده بیارد. این کار را باید پهلوان ما فعالی را یکو بسود حتی وزر نشان می دیم بسود حالتی از ایکام ما امکانیت داریم، ولی صد افسوس که این امتیازی وزر برای پهلوان ازبک داده شد و محمد جان حالا برای باقی کردن طریق گریبان حرکت میکند. شاید این عمل کرد محمد جان نتیجه دهد. نه افسوس. برای 45 ثانیه دیگر ما حرکت میکنیم و لحظه های آخران محمد باید ناکام نباشد و حرکت کند. انگشت از محمد خوجا یا شهزاد خوجا شریپوف حالا سمت دیگر می رود و برای بازگشت به رقیب. صد افسوس که امتیازی بلند به جانب رقیب است و برای محمد
این پهلوانی که تجربه است شریپوف زیادتر است. باید محمد جان، من نمیدونم با کدام شکل گوشتین میگیرد. باید او گوشتین گیرد که همه را در حیرت ماند، سر کتف را با کار برد. من یاد دارم و همگان یاد دارید مخلصان عزیز که او در دوشنبه چگونه گوشتین قوی گرفته بود، ولی این نوبت چون میبینیم در مقابل پهلوان رقیب قد بلند جوانش که این جوان است، پهلوان ازبک، هرچند که چمپیون آسیا است و منتخب ازبکستان رو اینجا میبینیم که الله برای با یک وزری، اما این انجام کار نیست. در 45 ثانیه شاید معجزه رخ دهد و محمد جان عبدالجلیل زاده، اینجا برادر عزیز ما آتم مجیدوف، پدر جهانگیر مجیدوف حضور دارد. محمد عبدالرحمنوف بسیار نگران است، با یک نگاه غم‌آلود با سمت محمد جان نظر می افکند و این عرب های هستند که این مسابقات را میزبان هستند. گوشتین جدا است دوستان عزیز و نمایندگان دیگر کشورها هستند که جمع آمدن و پرچم جمهوری تاجیکستان هنوز آویزان است، ولی آویزان بودن او اگر پیروز شود محمد جان با خوبتر جلو میدهد. اما برای پیروز شدن محمد راه مشکل و سنگینی است که اینجا برای چند ثانیه دیگر باید ما منتظر باشیم. خب حالا هنوز هم پهلوان ازبک نزد طبیبان است برای برگشت. محمد عبدالرحمنوف هم انتظار است. محمد جان عبدالجلیل زاده، من میفهمم که چگونه مشکل است، ولی باید فراموش نکرد که این بازی های اسلامی یا بازی های همبستگی اسلامی آغاز مسابقات است. از اینجا سر میشود آینده باید در اینجا آنها حتی لحظه خسته نباشند، باید آنها با پیش روند. حالا گرند سلم ها، گرند پری ها، قهرمانی جهان مشکل تر می شود. باز میگویم و محمد هنوز هم نگران است. هنوز هم نگرانی محمد عبدالرحمنوف را میبینیم که روی نوار با پخش بزرگ در اینجا دیگر بانوان از کشورهای که در بازی های همبستگی اسلامی شرکت بورزند و این بازی هایی که قبلا گذرانیده میشد و بعدا چند لحظه بود، چند سال ها بود که توقف کرده بودند و دوباره احیا شدند و منتخب جمهوری تاجیکستان با بازی های همبستگی اسلامی وارد گردید. اصلا کشورهایی که اکثرا مسلمان هستند در آنجا این حقوق شرکت در این بازی ها را پیدا می کنند و اما حقوق پیدا کردن دیگر است و نتیجه دادن دیگر است. اگر ما نتیجه بلندیم، امروز تیمور رحیموف انگشتین میگیرد، مجیدوف انگشتین میگیرد. من باز میگویم و دوباره میگویم که این میدان بازی های اسلامی این مرحله های مقدماتی است. ما را برابر با قهرمانی جهان و با بازی های آسیایی کلان کردن نمیتوانیم. اینجا کشورهای اروپا در گوشتین جدا نیستند، کشور ژاپن است، کره نیست، اون دولت هایی که پرقوتن است گوشتین جدا. این پرتابی پای در پایی که از جانب پهلوان ازبک اجرا گردید پیشکشی ما میگردد. در اصل شهزاد خوجه شریپوف بسیار عملکرد زیبا را نشان داد. فکر میکنم حالا برگشت این پهلوان ازبک چقدر دیگر باقی مانده است تا اینکه او برگردد و ادامه نبرد را ما ببینیم. هنوز طبیبان اجازه برای وارد ندادن یا برمیگردد. بله، شریپوف شهزاد خوجه برمیگردد و ادامه نبرد را میان پهلوان ازبک و پهلوان تاجیک تماشا میکنیم. سر کتف اوهو بوازری یو کمدی هند. این نوبت برای پهلوان ازبک الکی چنان ما را آموخته است که هر نوبت میتواند پهلو بیارد. برای چند ثانیه دیگر حرکت میکند. اکنون معجزه برای ما فقط مانده است. فقط این پون میتواند ما را دست بالا کند. تمام. این پرتاب هایی که وزری یا یوکو باشد برای ما نیست، اما پهلوان ازبک همان فعال است. همان شدای دویم را برای ما نشان میدهند و برد ما بسیار مشکل و سنگین است. حالا ثانیه ها در اینجا برای گوشتین باقی میماند
9 ثانیه دیگر باقی میماند و در 9 ثانیه چه عملکرد را محمد جان عبدالجلیل زاده میماند. پهلوان ازبک خود را میپرتوید. این کردار او به خاطر وقت کشی است و افسوس که ما باختیم. افسوس که ما در دیدار با پهلوان جوان ازبک باختیم. محمد جان کار را انجام داده نتوانست، هرچند که سراسیمه‌وار به سمت رقیب میدوید ولی دیر شده بود. دوستان عزیز انتظار باشد اکنون ابرتای مینبده را ما امید از تیمور رحیموف و مجید داریم. الله رسما تصدیق کنند و ما جنبست شهر میکنیم. ما را همراه باشد، کمی پس با دوباره برمیگردیم.